شوهر تو هستم. من هم با این قرار سهم دارم. تو خودت رو چون شوهر نیستی، تو خودت رو کی میشماری؟ اقبال بس بود، تو در اینجا هیچ چیز هم نداری. اقبال تو مجبور هستی که سخنهای مرا گوش کنی. بس از مادر و پدرم داد نزنی. بس اقبال چیکار کردی؟ نیهال دخترم نرم. میزنی؟ مرا ترسوندی. تو در آنجا چیکار میکنی؟ دیوانه هستی مگر نمیبینی؟ افسیدم مرا از اینجا برو آخر مرا از اینجا. بخشش بپرس میبرارم. برای چی بخشش بپرسم؟ مرا دیوانه گفتی کو بخشش نپرسی نمیبرارم. نرم با من کمک کن. نرم مرا از اینجا برو. خواهش میکنم. داری رو بیچاره حق تا این که برارمد. چی صدایی؟ بیا برارمد آخر. چرا با چشمم میخی نگاه داری؟ برای اینکه زیبایی. نه آخه شکست است. مادرم باز مرا میزند. چرا؟ برای همین گوشوار؟ این خیلی گران است. از بیبیم باقی مانده است. نمیزنم. مادرها نمیزنن. پدرها میزنن. مادرها پای از ظلم پرتاین. مادری من مرا میزند. مرا دوست نمیدارد. من گوشوارت را تعمیر میکنم. پدر من زرگر است. مادرت نمیفهمد. راست میگویی؟ دروغ نمیگویی آخر؟ من تو را از اینجا برآوردم. چرا دروغ بگویم؟ گفتم میکنم. اگر باز بیافتی دوباره دستت رو گرفته میبرارم. غمگین نشو. قسم بخور. قسم میخورم. به من ده اون را بده آخر.
ба ман боварӣ надорӣ? бармегардонам. гуфтам ку. ба ту себи тоза чида диҳам? Себи тоза? Аз куҷо? биё бо ман рафтем. چیکار میکنه؟ تنه از بالای درخت براید. تست. ба ман нигоҳ кун. дар онҷо чунин рақс мекунам. нигоҳ кун. рарарарарарам рарарарарарам. ту доимо хандаро ҳастӣ? ту чаро кам механдӣ? чаро модарат туро дӯст намедорад? намедонам. дӯст намедорад. маро танҳо падарам дӯст медорад. танҳо ӯ дӯст медорад? дигар нафаре нест? хуб фикр бикун. шояд нафаре ҳаст? дигар ки ҳам дӯст медорад? биё меравем. бубин, боз дасти туро гирифтам. ҳамихел не? ту бихан. гуфтам ку доимо дастатро мегирам. дер кардам. ман меравам. ҳейст! ҳеҷ. фардо гӯшворатро меорам. боз ҳамин ҷо биё. майлаш?
همین رو میمونه. تو این سنتی مگر است اینجا؟ خانم اقبال، این اقدام شرکتی تشکیلاتچی است. قرض ضیافت قبلی پرداخت نشده است. برای همین مال‌های ارزان ارسال کردند. باورم نمی آید. آنها چی روان کردند با من؟ این چی شرمندگی است؟ مگر مرا نمیشناسند؟ درست میگویید خانم، اینها را درون درونید. برای ضیافتی مخصوص پول جدا میکند. معاش ما رو باشد نمیدهد. عجیب. چی؟ تو چی گفتی؟ من هیچ چیز نگفتم. با کودک مانندم مگر؟ مادر آرام شوید. در غیبم دیگر سخن گفتنت رو نبینم. چی گفتن میخواستی؟ در فکر آنیم که معاشم را گرفته نمیتوانیم. مردم میگویند که مفلس شده ایستاده اید. کی چون این گپ ها رو میبافد؟ از سربران بفهما چی گفتنشان رو نمیدانند. مثل تو دهنی بیکاره دارند، گفتن میگیرند. نیحال تو مرا با کی هم صحبت میکنی؟ معاش آنها رو پرداخت بکن. آن نفرانی که چون 3 درهم قدر ندارند آینده ما مثل آنها میشویم. التماس از روی حقیقت گپ زنید. عدالت را نگاه کرده گپ زنید. قریب از پرنده های آسمان هم قرض داریم. شرکت ما مفلس می شود. اما شما باشید پابند شهرت هستید. مفلس شدیم. نمیفهمید. تو نمیفهمی. ما محو نمیگردیم، مفلس نمیشویم. شرکتی که ناز مثل درختی 90 ساله است، با 2 کیر چپا نمیگردد. دعوا رو برد میکنیم. ضیافت این شب برای نشان دادن بزرگی درخت است. یا وفات پدرم رو جشن میگیرید. تو چی ها میگویی؟ مادر، وفات پدرم را 2 ماه شده است. ضیافت نسبت پدرم بی حرمتی نمی شود. نمیدانستم که به چنین چیزها توجه میکنی. مادرم باشید هم درباره من چیزی نمیدانید. اوف نیحال، این دعوت خالی است. بی حرمتی نسبت پدر نیست. اینقدر تعریف نکن. پدرم را شما دوست نمی داشتید. آخر چرا؟ برای چی؟ برای شما جانش را فدا کرد. شما باشید کیف صفا می خواهید. به همه کار من را گناهکار کردنت عجیب است. شوهر مگر تنها برای همسرش کار میکند؟ با فرزند دخل ندارد. نیحال بس است. امروز سودی من است. من دعواگرم. دنین، ادوکت کجا شد؟ رفیق شاهین رو زنگ زن. باز از مادرم گپ شنیدی؟ ناحق هم نیست. کارجان ها از نقش آرایشی ما صاحب میلیون ها شدند. تو مرا گناهکار میکنی؟ به فکری تو من نقشه رو با آنها دادم. آنقدر هم انتظار نیستم. لیکن تا این نقطه نامدنت رو هم نسبتی کارجان ها دعوا کردیم. برای گرفتن حق ما تلاش داریم. تو هم تلاش کن. چی کار کنم؟ با کارهای شرکت تو سر و کار داری. پری کار شرکت آسان نیست. کاری هست که با حیات بازی میکنی. امروز دعوا رو به دست نآوریم، محو میشویم. میگویی با سخنهای ترس و وهم رو سر کردی. اپا در حقیقت همه این از روی کارجان ها است؟ نقشه ها رو دزدیدند. اعتبارمون رو دزدیدند. سبب مرگ پدرم شدند. کارجان ها حالا ایستید. تو با شوهر شوندت وقت گذران. غمگین می نمایی؟ شاید طبعت خوش شود. و یا جنگ کرده اید؟ شاید قدر و قیمتی خانم نیحال رو ندانسته است.
کی اینقدر به تو زنگ میزند؟ عروس شونده هم زنگ زد. کاری بد است مگر؟ با فکری من دیگر در فاتحه بودنتون مهم نیست. امروز یا فردا بیرق مفلسی را میبردارن. از او دست کش. آخر چرا از او دست کشم مادر؟ او مرا دوست می‌دارد. تو را دوست می‌دارد؟ سود شدن فعالیت شرکتشان را فهمیده با تو فاتحه شد. این را به تو گفت نه؟ زیرا تو را برای پول خواست. از اول نقشه کشیده بود. تو را استفاده میبرد. من نیهال را دوست می‌دارم. میدانم که او هم مرا دوست می‌دارد. از این رو اقدام آنها را کاری عادی میشماری. اما من یک فرزند دارم. نمیگذارم که تو را استفاده بکنند. از او دست نکشی تو را از ثروت محروم میکنم. چی؟ هرچی که شنیدی. برای حفظ کردنی تو به من راهی دیگری نیست. شما خطا میکنید مادر. تو حالا چیزی نداری صدری. گپم را گوش نکنی و مثل انا این بسیار چیزها را از دست میدی. از یادت نبرار. لبای نیهال من ناراحت کردمت. نه لیکن مساعد هم نیستم. چی شد؟ چرا زنگ زدی؟ آوازت رو شنوم گفتم. میدونی که امروز سود داریم. کمی خواطر شدم. اما زنگ میزنم گفتی و اما نیهال مرا ببخش. روزهای آخر کارم خیلی زیاد شده است. از من یگان کمک میخواهی؟ نه همین خیلی آوازت رو شنوم گفتم امروز به نظر می آیی؟ رفتن نمیتوانم. امروز از کار برآمدن نمیتوانم. از عراق مهمان میآید. تمام روز مجلس میشود. میفهمم. هیچ نباشد در ضیافت می آیی؟ کوشش میکنم. در ضیافت وا میخوریم. برای کار. با تو هم. خانم نیهال رفیقت وقت اومد. تو امروز به سود نمی روی با ما. تو خود می روی کو؟ بسنده نیست؟ آمدن شرط نیست. با خانم نیهال یک جای حل میکردیم. وقتی خوندنی حکم به چشمانی همدیکار جن نگاه کردن میخواهم. لیکن امروز نبر آمدنش ممکن. این دعوا رو به دست میاریم همین خیل نه؟ اگر در این کشور قانون به طوری نوشته عمل کند پس شبهه نکنید. همه کار از این سود وابسته است. یگانه جبرانی که ما رو رها میکند همین دعوا است. این سود خاتمه یابی همدیکار جان و از نو آغاز کردن شما است. مرا باور کنید. جناب اونها اومدن.
پرونده دیده شد. از هیئت گزارش آمد اگر یگان سند، حجت، دلیل و گفتنی داشته باشه قبل از قرار سخنهای شما را گوش میکنیم. طرفی دعواگر در آخر یگان سخن گفتنی باشید. مرحمت. دعوایمان را با شاهدان و حجت‌های اثبات کردیم. یگان ضمیمه دیگری نداریم. جناب سودیا اجازت میدهید سخن بگویم؟ مرحمت. اون نقشه از اونی ما بود. نقشه که چون اناتولی اتیکوی گفته با بازار برآوردید. دخترم، پدرم تمامی سرمایه‌اش رو برای اون صرف کرد. تا آخر لحظه حیاتش برای اون کوشش کرد. تغییرات‌های خارجی در داخل، شرطنامه‌های بازاری بست. از اون لایحه امیدی کلان داشتیم. برای برآوردن مال به بازار یک هفته دیگر مانده بود که کارجن‌ها عیناً به مثل مال ما مال استحصال کرده به بازار برآوردند. ما با شمول اونها ضرر دیدیم. همش رو از دست دادیم. پدرم رو هم پدرم جبرانی که پرداخت میکنید ضرری ما رو میپوشاند، اما حیاتی پدرم رو برگردانده نمیتواند. پدرم از دست ظلم و ستم شما وفات کرد. از رفتاری پستی شما قلبش طاقت کرده نتوانست. خانم نهال، این دعوای تجارتی است. خواهش میکنم احساسات شخصی را به دعوا وارد نکنید. رفیق سودیا اجازت میدید؟ مرحمت. خدا شاهد است. رفیق اکرم وفات کرد. در میان دوستانش از همه زیاد من میسوختم. نانش را خوردم. در وقت تنگ دستی از دست من گرفته بود. درست؟ به خوبی پدرم خیانت کردید. خانم نهال، خواهش میکنم. اول زرگر شده کار میکردم. در شرکت تینوس کارگری عادی بودم. در یک جا نشسته نقشه میکشیدیم. یک وقتا نقش آن را هم کشیده بودیم. بعد از نشان دادن به استاد در کناری گذاشتم که به رفیق اکرم نشان دهم، اما فرصت نشد. من هم با سبب از کار رانده شدم. واقعی از آنجا برآمدم و خدا به من امر کرد که راه گردم. من هم راه گشتم. تقدیر همین بود است. در یک بازار رقیب شدیم. پس از چند سال نقشه های نو لازم شد. نقشه های کشیدم رو برآوردم، به صحنه برآوردم. جوانان معقول کردند. تقدیر همین است. رفیق اکرم نقشه های پیشینه مرا کفتکاو کرده است. نقشه کشیده مرا یافته است. تقدیر دیگر شرحی ندارد. گفته بودید که با خواهش خودم رفتم. حاضر میگوید که از کار رانده شدم. کدامش درست است؟ حمدی، برای چی؟ من چیکار کردم؟ کدام کارم معقول نشد؟ برای گم شدن ارشد قیمت با تو را گناهکار میدانند. دروغ است. والله دروغ است. دروغ است. خدا شاهد است که نه از گلوی خودم نه از گلوی کودکانم لقمه حرام نگذشته است. استا، من زن کودک دارم. به این کار احتیاج دارم. و من بگو چی شده است؟ نفر دیده است که نشانی سرسینگی را گرفته ای. این دروغ، این تهمت است. خدا شاهد که تهمت. اقبال خانم دزدی کردن را اقبال خانم دیده است. چی میخواهی؟ میخواهم بیگناه بودنم را اثبات کنم. شما در حق من تهمت کرده. کسی تهمت نکرده است. دیدم را گفتم. فهمیدم. خانم اقبال در من سیری است و است. سیری که دنیا را برای چپه میکند. نیتتان است که سرخم بگردم.
در پیشانیم بی‌حیایی نوشته شود تا اینکه سیرت را به همه بگویم و آنها هیچ اعتبار ندهند. برای آن تهمت کردی که سیرت فاش نشود. به تو جواب. نه، سیری تو در بدنم چون بار است، آن را تا به گور میبرم. تو این را میدانی؟ بیهوده سخن مکن. به گناهی کرده جواب میدی. درد را از تونی از خدا میبینم و قامتم را خم میکنم. یک در را محکم بکنه حتما در دیگر را میکشاید. به تو جواب. شادی کنید خانم اقبال. من این امر را امر شما نه، امر خدا میدانم. گفته های مرا به این آباد گیرید. با خواهش خود برآمدم. همین است آنچه که میخواستم گفتن. دیگر بخیر بودا. دخترم، روحی پدرت شاد بود. خدا مددگارم بود. امانت اکرم را با تو حسابی میکنم. قرار را منتظر میشم. اگر احتیاجی داشته باشی با ما هیچ چیز لازم نیست. حق ما رو طلب میکنیم. آن چیزی رو که از ما دزدیدی با جان پدرم برابر است. آسوده باشد اقبال خانم. سیر شما را من تا به گور میبرم. چی سیر بوده است مادر؟ چی سیر بوده است؟ بیهوده گویی میکنن. از حاضر تبریک میکنم. باقی کاری سهل است. دعوا را به دست آوردیم. من کمی در اینجا میمونم. قرار امروز معلوم میگردد. حرکت میکنم که معلومات بگیرم. شاید تا زیافت شام میرسانم. خوب میشود. برای زیافت همه تیاری ها تمام شد؟ تمام نشده باشد رفته تمامش میکنم. همش چگونه که گفتی در سطح عالی. بزرگی شرکتی که ناز را همه میبیند. زیبا. به نفرانی که مفلس میگفتن جوابی خوبی میشود. مرحمت. من در مجلس بودم بعد زنگ میزنم. به من بده توپ رو. بسینیم رو با این طرف آورده. بیار زن توپ رو. گلبهر تو چیکار کردی؟ برای تو شده توپ رو من کجا روا کردم؟ اوی شکست.
مرا ببخش مرا. تو چی کار کردی؟ کمی احتیاط شبیه نمیشود؟ همینش نمیرسید. خیلی خوب زدم. راستی پای چپم رو در اینجا استفاده بودم. باز شوخی کرده ایستاده است. من وقت ندارم اخیر. همه کار بولی کار. وقت نه، تقدیر است. در اصل این همه کاری تقدیر است. خواهد با توپ میزند، خواهد با سلاح. وای داد، این بالا از کجا پیدا شد؟ امروز روزی من نبوده است واقعا. یک نفر ما رو بس دود روان میکنن. تو باشی ماشینم رو ضرر رسوندی، باز با بالی سرم گپ میزنی. شو جونکم چرا داد میزنی؟ چقدر که باشد پرداخت میکنم. مرا گوش کن. برای پولش نمیگویم. باید به خانه بروم. با این احوال چگونه میروم؟ شد تمام. سوار شو. زود باش. ای تو چی کار میکنی؟ ای این ماشین من است. کنی پرو از ماشینم. تو چی کار میکنی؟ سوار شو آخر. برای تو اینه طرفی راست میشوم. کجا که خوی همین خیل میروی. شین. مگر رفتن نمیخوایی. شین. خدایا توبه. بلا زد. بلا بسرم اومد. ماشین رو در گیران. تو جای رفتن همراهی میکنم. میلش نباشد. در اون مرکز خدمت در رسانی است. اونجا میبرم. خودستم. برآمدن گیر. این طرف آزاد است. نقشه آینه راست رو خوب اجرا کردی. این تجربه اولم است، لیکن کفالت میدم که راضی میشوی. میتوانی مرا با جای آینه اصلی استفاده بری. چی شد؟ هیچ خیال نمیکردم که خنده با انسان اینقدر زیب میدهد. با فکر من باید بسیار بخندی. ببین کنی راه آزاد است. آزاد است. ای برادر، پیشت رو نگاه کنی نمیشود. احتیاط نمیکنی. چیکار کرده ایستاده ای؟ دیدی ها؟ راننده های نخونده هم هستند. احتیاط نمیکنند. پیش پایشون رو نمیبینند. به فکر من این کار خیلی خطرناک است. با این احوال برای نبرآمدن ما خوبتر است. همینجا نگاه دار، همینجا. آها. ماشین رو با من بیمون، من تعمیر میکنم. به این همه بی من شد. هیچ گپ نه. من از استا میبرم تعمیر میکنن. نه اجازه ده خطایم رو برطرف کنم. یک دوستای رفیق دارم ارزون میکند ها؟ تو کلید رو با من ده. من نمیدونم اخیر. تعمیر میکنم گفتم تعمیر میکنم. بانومی الله. آرام باش. عصبانی نشو، آرام باش. فقط کلید رو با من ده. راحت باش. چی میخندی؟ تو کودکی رو به یاد من آوردی. یگان کودکی دوست داشته بود. این خیلی باشد اجازت میدی. گوش کن. پگاه تعمیر کرده در دستتون میسپرم. انشالله. تمام. پگاه در مکانی که اینا رو شکستن و میخوریم. مایلش. تو دیدن؟ تاکسی. ایست. مرحمت خانم زیبا. بمانده. برادر بخیر است. ماشین آن شکسته رو نخواست گفته. ماشینش رو خریدی؟ نه دادر جان، پگاه تعمیر میکنم. این چیست اکه؟ از کی است؟
از یک نفر بسیار عزیز. باز یک قدح دیگر بیاره. برای ماشین تو یک قدح می نوشیم. ها گفتگی برین. آدم چگونه میتواند ماشینش رو به شخصی بگونه دهد؟ به شخصی باوری نکم دادم. سبب مفلس شویمان معلوم شد. فردا اگر ماشینم رو بیارم خواهرم چنین میگفته باشد. میگویم. میگویی. ای تو فکر میکنی او زیباست؟ نمیدونم. دقت ندادم. میدونم مردهای زیبا با تو پسندن. برای همین کلتی ماشینت رو دادی. بیهوده گویی نکن پری. زیبا باشد با من چه؟ آخر من در فوتیه هستم. ها بله. یک وقت با صدری قصه عشق داشته. اما در باز شما رو یک جای نمیبینم. صدری در کجاست؟ میدانی که چی عیب داری؟ مثل آهن را با همه رو با خود جلب میکنی اما با کسی طولانی نمیمونی. برادر گفته هایم رو فهمیدی؟ فهمیدم برادر. کرده ایستادم کو. آها به نظر گیر. چنان و سوگیه بکن که اوینهش بیافتد. باز مرا کوبد. به دماغم بوی سوخته آمده ایستاده چی؟ است. بوی چی؟ از تو می آید. بوی خاکستر عشق می آید. بیا ما. آتش عشقت ما را هم سوزاند. ای چی؟ دختری زیبا بود. کوری تو چی راو کورت رو بکن. اوینه رو تمیز کن. این دویم دختری زیبا است که میبینم. نمیدونم. خیلی پیش و خورده بودم. یک بار. هریکا جان عجیب هستی. شرکت تیناس مفلس شده ایستاده است. تو با این باور کردی؟ بله دوگانا جان باور نمی کنم. همین خیلی تو را خبردار کنم گفتم. همه این را میگوید. اگر شرکت ما مفلس میشد مگر چنین ضیافت میآراستیم؟ فردا سود را به دست میاریم. تیناس گالد از امروز بوده باز هم والاتر میگردد. کارجان ها هم از بازار تازه میگردند. امیدوارم دوگانا جان. والا شدن شما را از همه زیاد من میخوام. شما این را فکر نکنید. استراحت کنید. خرسندی کنید. خانم اقبال هنرپیشه خوب بوده. خیلی زیبا می نمایی. تشکر. مجلس چگونه گذشت؟ مثل هر روزه. امروز در جای کار به حضور شدی؟ امروزها در همه جا به حضور می شوم. بسیار می خواهم با تو باشم. چی؟
آخر ما از یکدیگر دور هستیم. تو میخوای با من باشی، من نیستم. تو چی گفتن میخواهی؟ این مسئولیت مرا کمی به وهم میارد. حالا در فاتحه چونینیم، پس از اولیا در شوی چی میشود؟ سلام علیکم، خوش آمدید. خانم اقبال نزد شما. رفیق شاهی؟ چخیر شما؟ تنها تو رو بسم دارم، باور کن. تو خیلی زیبا و یگانه هستی. غمگین شدن ندارو. آخر از جانب من غمگین شدن ندارو، هیچ نمیخواهم. نیها چی خیلی گفتنم رو نمیدونم. این موضوع رو بس صحبت میکنیم. چی شد؟ دعوا را از دست دادیم. ببخشید مفلسی دقیق شد. دیگر کاری کردن نمیتوانیم. مادر؟ هیچ کم نه. مادر جون ما چی شد مادر کم زنید خودتون رو بدن شیرین مادر جون با خود بیوید مادر چشم پاسه شد مادر نترسید مادر جون خودتون رو بدن گیرید خودتون رو بدن گیرید آخه چی شد باش مادر جون مادر خواهش میکنم خودتون رو کشوید رفتیم بعد چشم رو خواهش میکنم رفتیم خودتون رو بدن گیرید مادر بیاید خانه میروید مادر جون رفتیم مادر جون رفتیم در همینجا خوب بونید. لطفا یوری تجیری جیغ زنید. مادر جان شما رو به دکتر بریم. بده. تمام. مادر جان بعداً صحبت میکنیم. خودتون رو به دست گیرید. زیافت تمام شد. همه رو جواب ده. حالا هم فکری او را کرده ایستاده ای. نشنیدی مگر ادوکات چی گفت؟ مفلس شدن. تو هم خاتمه بیده. رفته بگوی. در همین نیست بشد. تو حال دلت به او میسوزد. اگر از میراث محروم بیمانی دلی او به تو میسوزد. دعوا را بای دادیم. ببخش.
میدونی که در زنجیر چی مهم است؟ هر یک حلقه که بد می نماید و آن هم جدا می گردد که سبب محو گردیدن است. اکنون حاضر به من بگو زنجیری تو در کجا محو شده است؟ اون دختر اکرم خیال سخنهای گفت که دلها تیکه پاره شدن استعاریف. فهمیدم، همش رو فهمیدم. دانای وحبی، نهال را از سینی خوردیش میدانم. سخنی گفتم میشده رو در کنجی نمیگذاشت، اما بیهوده هم قلب رو نمیشکست. قلبش چون رویش بخشش صفت است. اگر تو را به این حال آورده باشد پس شیطان با او هم تأثیر کرده است. پس بگو استاد به مرگ اکرم من سبب شدم. خودت را لوبیا از زمره نعمت حساب میکنی؟ در این عالم عرق جبین را کی ایست گفته است؟ گوشهایت را بگوش و خوب گوش بکن. حضرت موسی علیه السلام از حضرت آدم سوال کرد برای چی به میوه من شده دست دراز کردی؟ اکنون به این جواب نظر بکن، گوش بکن. موسی گفت حضرت آدم علیه السلام من تا به عالم هستی نآمدنم آسمان و زمین خلق نشده بود. بر مرکبی که 40 سال پیش خلق شده است چگونه مقابلت نشان داده می توانستم؟ ببین سخن را ببین و به خود بیا. به این دنیا آمدیم تا طلا را از میز فرق بکنیم. آتش طلا را برای به شکل در آوردن نقش می بازد. همین طور نیست مگر؟ حادثه ها نیز در حیات به همین مانندی دارد. همین طور اگر انسان فریب میخورم بگوید پس از دستش چی می آید؟ وظیفه های مقدس را ترک کرده به وسوسه های شیطان قامت خم مکن. به خدا باور بکن، او بسنده است. آخر چشمانت را بکشا، راه افتاده مشو. شیطانی که وظیفهش از راه زدن است هرگز بیکار نمیشیند. خانم نهاری تیار است. میویم. اپا صدری رو بسیار دوست می داشتید؟ نمیدونم، اما میخواستم که بسیار دوست دارم. باور کردن میخواستم. امید میکردم که اون چیزی که میجویم از اون مییابم. چی میجستی؟
اولین شده شما ترک میکنند. خانم من از نزد شما هرگز جدا نمیشوم. من راضی هستم که با شما غرق بشوم. غرق شدن کشتی رو قبول کردی. کرجان ها توانستم. روز بخیر. صبحتون بخیر. اینقدر براحت هستی؟ مادر جان چی کار میکنیم؟ از این احوال چیسان نجات میابیم؟ شاید به این تو جواب دادن میخواهی؟ چرا من؟ برای اون که تو منو به این حال آوردی. یک لحظه این چی گفتنی گپ؟ ایان نیست مگر؟ از روی تو مفلس شدیم. از روی من چی کار کردم؟ با پدرم شب و روز در شرکت کار کردم. پس از مرگش شب و روز نگفته زحمت کشیدم. چی گفتید مادر؟ قلب باری پرسیدید که شرکت چی حال دارد؟ بس است. گناهی بیهنریت رو با ما بر مکن. مادر بس است. خیلی غمگین شده است. او رو هم در دست نگاه داشته نتوانستی. مثل شرکت از دست دادی. شد! بس است مادر. شما چگونه این سخنها رو به من روا دیدید؟ مگر من دخترتان یا دشمن؟ به خاطر شرکت هر کاری که از دستم اومد کردم، اما باز من گناهکارم. اگر مرا نامزدم ترک کرده باشد چی گناه دارم؟ مادر برای مرا دوست داشتن تو چی کار کنم؟ یک بار بگوید آخیر. یگان چیز به این هم دیگر کاری برای کردن نمانده است. همه چیز از دست دادیم. یک چند کاری هست که باید انجام بدهم مادر. مادامی که من شرکت رو مفلس کرده باشم، از این پس خودتان کار رو پیش بردن گیرید. آقای شاهین یک نقشه ای دارد، او را به شما میفهماند. خودتان قرار دهید. چکره که میبینید احوال خوبی ندارد. معاش‌های پرداخت نشده، جبران‌ها، پرداخت قرض‌ها، فایزهای آنها. مفلسیتان را بیان کردن، قرض‌ها را با این احوال پرداخت کردن غیر امکان است. نیهال گفت که کاری هست باید اجرا شود. بله، یک احتمال دیگر هست. در اصل از احتمال دیده مجبوری بگوییم. چه کار؟ همه مالهایتان، اشیایتان، اثرهایتان، آنچه که داری فروخته شود. چی همش؟ از سوزان تا بریسمانتان. تنها در این صورت قرضهایتان را برگردانیده می توانید، وگرنه با جزای حبس روبرو خواهید شد. حاضر مسئله من همین؟ از این مسئله رهایی هست مگر؟ اگر همه مالها را یکایک فروشیم البته وقت زیادی را میگیرد و در برابر این حجم فایز زیاد میگردد. چه پیشنهاد میکنید؟ همه را در یک مدت به یک نفر فروشید. که همه این مال را در یک مدت کوتاه خریده میتواند؟ آن که بزرگ شدن میخواهد به آن نفری که صاحب مالت میگردد خرسند میگردد.
عبدی کارجن. میدانم که این کار به شما دردسر است، اما باور کنید راه دیگری نیست. روید از اینجا. رو برای من مونده. ببخشید. میبینی؟ بیا بیا بیا، مرحمت، نگاه کن ببین. چند پول صرف کردید؟ مهم نیست. نه خیلی نمیشود. گپ زنید من پرداخت میکنم. عیبی من شده بود، من پرداخت کردم. فهمیدم آدمی خوب بودید، اما اینقدر پول رو به گردن شما بر اینها بر نمیکنم. چه خیل من بر اینها؟ یعنی همونهایی رو که زندگیشون رو به زور پیش میبرند. من فکر کردم که دخترهای بوی نمیفهمند. تو خیلی غمخوار بوده ای. چقدر پول صرف کرده؟ 2 ساعت. اینقدر کم؟ رفیقم چنین گفت. برای تعمیر می ندارم. ببخش. حق من چی می شود؟ همین قدر بسنده است؟ حق من رو با این کاغذ ها پرداخت کردن نمی توانی. اما یک چو التفات بکنی راضیم. مرحمت. ای زحمت کشیدی برادر. بیار من میگذارم. تشکر زیاد. سلامت باشید. باز غمگین می نمایی بوی دختر. در حیاتی شما باید غم نباشد. خنده برای ما گران است. سحر در نهاری چی خوردی؟ ببخشید؟ سحر گفتم. سحر در نهاری چی خورده بودی؟ کلچه قند. در نزد رفیقی تعمیرگرم نهاری کردم. تفدون هم نزدیک بود. سحر کلچه قند ها رو گرفتم. کلچه قند چند پول است؟ پولش مهم نیست، مزهش مهم است. میدونید کمبودی دارویان همین است که نرخ مال از خود مال مهمتر است. خودتون رو به حال خودتون نمیگذارید. شرط نیست که بوتیلو روپو شده باشد، از فرانسه آورده شود یا از دیگر جای. در اصل یک کلچه قند است. اگر خودت رو مثل من حس بکنی، همین خیل میخوری که در دهانت آب میشود. همین خیل فکر بکن تمام. چشمانت رو بپوش، خودت رو آزاد حس کن. آزاد باش. هیچ براحت نشدی. یک مرتبه خودت رو آزاد حس کن. باز چی شد؟ گریه نکن. ببخش مرا. بوی دختر خیلی نکن. باور بکن نمیخواستم که تو رو برنجانم. برای کلچه قند گریه داری ها؟ بوی دختر التماس گریه مکن. ببخش مرا. روزای پس پسی سر دارم. همه کار بالای کار آمده ایستاده است. یک مرتبه نقل نکن. شنیدن نمیخواهم. مرا نادرست نفهم. تو چندی که نقل بکنی سرت گرم شدن میگیرد. زیرا دونسته بمان در اصل همه مسئله ها یکسانند. بعضا 10 لیره را گم کردن مثل یک رفیق را گم کردن است. دنیا همین خیل است.
ҳама чиз аз Аллоҳ меояд. зеро ҳамааш тақдир аст. тақдир калимаест ки одамони сода истифода мекунанд. тақдир гуфта нагузаред. дар муқобили шамол худро чун барг фикр карда ҳамаро аз даст набояд бидиҳед. агар ба тақдир таслим шавӣ, бо тамоми ҳастӣ, бо виҷдон, бо тамоми ҳастият, он вақт ҷавобҳои хостаатро ба даст меорӣ. бовар кун маро, бовар кун. ин аҳволро бубин. бовар намекунӣ магар? бовар мекунам. шуд, хез меравӣ. хез аз ҷойд, зуд. чӣ шуд? бо ту як бозӣ мекунам. чӣ хел бозӣ? аз ин ҷо мебароем, ба аввалин автобус мешинем. барои чӣ? ба куҷо меравем? тақдир моро ба куҷое ки барад. ҳисоб макун. биё бовар бикун маро. рафтем. зуд. дуруст мекунӣ писарам. барои ниҳол шуда сарватро аз даст додан аҳмақӣ мебошад. дар асл касе ки набошад ҳам нафаре нест ки барояш аз сарват рӯй гардонӣ. وای پسر نمیبینی جای تنگ است آدم را زیر کرده میگذاری خیلی نگو برادر افته با برکت بوده است چقدر که پر کنی پر میشود جنوبان راننده عالی است و پیش راننده راحت راهی سفید بود گاز را زیر کن گاز را تو دائما چنین هستی؟ یعنی جوانی شوخ اکنون چی کار میکنیم؟ با کجا میرویم؟ صبر کن خدا برادر او بخشید یک رقم گفتم میتوانید مثلا بلا شدی ها؟ از پس کارت را؟ برادر ناحقی کردی در این چهره نمودی بلا هست مگر؟ ینگا هیچ نباشد یک رقم بگوید؟ یک خیلی کوچک گفتی اما خوب گفتی ینگا در اتوبوس رستو نمانی؟ امک تو هم یک رقم بگو؟ نه شد خیلی خوب چی شده استاده است؟ چی تمام شد؟ چی کار میکنیم؟ با اجازت تو در ایستگاه اول میفراییم با محل وارد میگردیم و به خانه نهم میدرویم در اونجا کیست؟ نمیدونم من هم توکل میکنم بیا رفتیم رفتیم تو چی کار میکنی؟ تو دیوانه شدی مگر؟ با این طرف با همون محله میرویم خونه نو از یاد نبرو دستت رو کش با خونه تو جدی هستی؟ با خونه که نمیدونی نمیشناسی وارد میشوی؟ این خیلی ممکن نیست خودت رو آزاد حس کن آزاد باش رفتیم ایستوخی با کجا میروی باور داری؟ باز در محله شرمنده نکنم؟ از تقدیر راهی گریز نیست نگاه کمی ضربه زن در دروازه کی هست؟ آفرین بیا 5 6 7 8 9 انا رسیدیم رفتیم بیا بسم الله با فکر من در اینجا هیچ کس نیست بیا رفتیم نه کمی صبر کن خوش آمدید ببخشید در این سن و سال با طبقشوی دست که زدی همه چی رو میشکنی من شما رو انتظار بودم دروید زودتر باشه دروید دروید بیا درو زود
120 آماده است. یک کارخانه به قدر کارخانه شما، بنای شرکت، بنای غیر منقول شرکت، تمام مال ها. این تکلیف تنها برای شما رفیق حمدی. اینها خیلی زیادند. من همه این رو خریده نمیتوانم. نرخ همش موافق بازار است، خیلی موافق است. در مدت کوتاه مصرف خود را روی پوش می کند. میدانم که کارهای بزرگ کردنی هستید. به فکر من این فرصتی مناسب است. برای کارجان تیلا بختی بلند است. چی میگوید؟ معقول، اما نمیخرم. این حقی است. آه زن و فرزندان اکرم مرا میگیرد. گفتم کن نمیخرم. گفتنی است که آنها را به حالشان میگذاری و یا اقبال تیناز را در حبس دیدن تو را شاد میکند. تو با این چی گفتن میخواهی؟ رفیق حمدی یک وقت ها نان تیناز ها را خورده بوده همی خیلی؟ آن وقت محتاج بودید، کارگری عادی بودید. حاضر آنها محتاج نانی شما اند. وضعیتشان خوب نیست. شما از صفر تا به این سطح آمدید، آنها به صفر می روند. خودتان را در جای او بمانید. اقبال خانم را یک طرف مانید. نهال را فکر کنید. پدرش وفات کرد، شوهر شوندهش ترکش کرد. فردا چی می شود معلوم نیست. رفیق حمدی وجدانتان را پرسید. بعد از آن به یک قرار آید. هیچ نباشد به خاطری همان دختر. من شما رو اوستا فکر کردم. خود به خود گفتم که دخترها هم اوستا شدن. من این نادان آخی. به چی نیت و به چی مقصد مادر جان؟ ما سراغ جستجو کردیم و همین طریق آیسته آیسته به اینجا اومدیم. نوشید گرم و گرم نوشید. شما زن شوهر هستید؟ همسرتون؟ نه خلا جان کاری ما تمام قصه دیگر است. دیدم نمیخواهم دفشم از نظرم. بیزار شدم. یکی ماما خودت که در روی چونین نمیگوی خوردن پول را میدانی. نمیخواهم دیدن تو رو. بیزار شدم از تو و از آنازهایت. بیزار شدم. دفشم از نظرم. چی گپ است؟ هر روز همین خیل از دخترم. خداوند کسی رو از دارایی به ناداری نبرد. کم دهد و ناشکر نکند و زیاد داده مست نکند. نفهمیدم چه شده است؟ شرایطشان هم خیلی خوب بود. دکانهای زیادی داشتند. خداوند به آنها چنان نشان داد که پول و مال از دست رفت. قرضدار هم شدند. دشوار است اگر قرض باشد. خدا مددگارشان بود. اینها در دارایی همچنین بودند. داد و فیغانشان کم نشد. دارایی و فقیری از درجه انسان وابستگی دارد. فقیر شکرگزار دائما خرسند است. دارایی ناشکر دائما غمگین. زندگی همین بود از شیرینکان من. درست. برای من خرسندی بزرگترین همین است. فرزندهایم و نبیرهایم می آیند و می روند. مگر یک خنده آنها را به دنیای وضع میکنم. کدام ثروت این خرسندی را میدهد؟ مهر اینها در قلبم است. در قلبم. دختر زیبایم چویت رو خونو کردی؟ خوب هستی؟ بای دختر. رحمت بر شما با چرختون سنگ نرسد. رحمت. خیر. چی شد با تو؟
مثل که اونجا چیزی بود. نمیدونم. شاید جوابی سوالم بود. تقدیر است مگر؟ اون چیزی که به سرت می آید؟ تو همین رو به من نشان دادن خواستی؟ نه، عقل من به این کارها نمیرسد. من تنها خواستم که با تو روزی خوب بگذارونم. همش همین بای دختر. میدونی خنده به تو بینهایت میزیبد. تو کیستی؟ چرا؟ مگر اهمیت دارد؟ دارد. حتی خیلی زیاد دارد. 2-3 ماه میشد که تبسم نکرده بودم. در اون چاهی افتاده بودم. تو با من دست دراز کردی. کی بودنت رو کاش اون وقت میدونستم. اما کشکی نیست. فهمیدی؟ کشکی نیست. کشکی عموما نیست. نیست. نزیم پس تمام. تو دیدار خیر من رفتنم لازم است. مایلش خیر. تو دیدن؟ یا این در آمدی سخن است؟ با تو یک بازی دارم. چی بازی؟ یک بازی تقدیر. تلفن نیست، نشان نیست، نام نیست. تقدیر اگر خواهد باز ما رو با هم پیوست میکند. اگر نخواهد؟ باید به تقدیر تسلیم شویم. راضی نیستی؟ خب تو اگر چنین بخواهی همین طور میشود. خیر تا دیدار. میشود. احمق بوده ای. رقم تلفن دختر رو نمیگیری؟ خودت رو کی فکر کردی؟ خودت رو مشهور فکر کردی؟ احمق بیعقل. چی خودت رو نشان دادی؟ تلفن رو نگرفتی؟ براو. برادر یک دقیقه. لابا چی میگویی؟ خانومتان این را در ماشین افتانده است. توبه کردم خدا.
برو بای دختر. تو صنعتکار هستی ها؟ تو مشهور هستی مگر ها؟ کجا رفته باشد؟ من تنها خواستم که با تو روزی خوب بگذارونم. همش همین بای دختر. میدونی خنده با تو بینهایت میزیبد. اینجا بیا. جانی من. مروفیره ممنون. نامش رو بگوی او زیبا است؟ نمیدونم. البته خیلی زیبا است. برادری به عقلت نامی اون دختر رو نپرسید. آن دختر رو دوست نداری؟ با تو چی؟ بگوی دکا؟ نمیدونم. با فکرم تقدیر همین خیلی بوده است. بعد سالها با پیشم آورد. بعد سالهای طولانی مثل ستاره نمایان شد. باز غیب زد. باری دیگر میدیده باشیم. باری با دیدارش میرسیده باشم. نمیدونم. تو کودکی کدام جوان مرد هستی؟ تو کی هستی؟ مادر؟ پدر؟ پسره اوما نیها شیرینکی من کلچه شیرمال آمد، فطیر با قیماق آمد. کلچه های گرم کی میخرد؟ کلچه های گرم مرحمت. بیایید بچه ها. کلچه های گرم، کلچه های گرمی با مزه. میدونید آقای شاهین کلچه قن 1 لیره است. چنان مزهش هم با مزه است که از حاضر خودت را عادت میکنانی. افسوس نمیخواستم که این روزها را ببینید. تقدیر.
رو در اینجا بار اول میبینم. بله یک بار میبینم. به فکرم تنها اومده است. همین خیلی است. خانم یگان چیز میفرمایید؟ تشکر. هیچ چیز نمیخواهم. مایلش. پیش خدمت من حساب رو فراموش. سلام پسری فقیر. چی تصادفی زیبا هم خیلی؟ تقدیر است. با فکرم بازی رو من ویران کردم. شاید تو را در اینجا میابم گفته اومدم. در تاکسی فراموش کردم. نه، تقدیر است. باور کن تقدیر است. تو همون پسرک هستی. من با پدرم گفتم تعمیر کرد به خاطر تو. با این احوال دوچار شدنتان عیبیتون نیست خانم اقبال. سرتان را خم نکنید. رفیق حمدی حاضر می آید و فخر می کند. او رفتاری دیوانگی دارد. می خواهد چون حشرات پخش نماید شما نگذارید پخش کند. تنها بودن بی آبرویی نیست. آقای حمدی به نزد شما آمدند خانم. خوش آمدید. تشکر. مرحمت. تشکر. مرحمت دارید. رفیق حمدی ناراحت شدنتون شرط نیست. سرتان را خم نکنید. خانم اقبال دیگر راهبری تو نیست. به شما محتاج است. شما با آنها خوبی کلام میکنید. سالهای پیش به شما بدی ها کرده باشد هم با خوبی جواب میدید. سرتان را بلند گیرید. در این آشیانه یک تالاری کلان، درونش حمام و 4 اتاق، یک آشخانه است. در آشیانه پایان یک تالار، باز آشخانه، حمام دارد و 3 اتاق، تالاری ورزشی، تالاری سینما و اتاق استراحتی است. مرحمت. از آشیانه پایان سر میکنیم. مرحمت.
از همین جا آغاز میکنیم. بد نه، انجام ها نوند. مرحمت دوام بدهیم. بلو بپسش یک سنگ بوده است. جان آدم نیکو. برای همین به اینجا اومدی؟ عمرم رو به خاک یکسان کردن؟ نفهمیدم. سال هاست که امروز رو انتظار بودی. برای از من قصد گرفتن آمدی. گفتن آمدی که زمان کارگرت بودم و امروز برای خریدن خانه آمدم. شما چه ها میگوید خانم اقبال؟ من اینجا برای قصدگیری نآمدم. آن وقت من محتاج بودم، شما به من کمک کردید. حاضر شما محتاجید، من به شما کمک میکنم. این یگان جای قصدگیری نیست. قرار من همین است. همش را میخرم. شخصان مسئول به شرکت آمده امضا بگذارند. قسمیت میکنم، وعده میدهم که این کار را این طور نمیمانم. همدیکار جان همه چیزم را میگیرم. قسم میکنم همه چیزم را میگیرم. یعنی این غیر امکان است؟ تقدیرمان است. همین خیلی است. یک سروده هست با همین معنی. میدانی؟ با مانند همین. به مثل سرود. من اون روز تو رو آنچنان انتظار شدم، بعد اون روز رو هم انتظار بودم، بعد دویم انتظار بودم. اون دختره که کوچک و زیبا مثل یک پاره یاد است در گذشته. این مثل معجزه، مثل خواب. مثل خواب. باری نپرسیدی که چرا گردنبند رو به گردنت میکنی؟ زیرا من جوابش رو میدانم. چرا یک طرف دیگرش رو چندین سال نگاه داشتم. سبب یک قسمی خیلی نه؟ مرا به مکتب شبانه روان کردند. در آن جایی که تو مرا باید وا میخوردی هزاران بار رفتم و آمدم. هزاران بار دیگر با تو بازی کردم. چی خیر در اون وقت رو نشناختم. چی خیر نشناختم. چی طوری که از چاه مرا برآورده بودی امروز مرا از تاریکی رها کردی. تقدیر گفته بودی. حالا به این معنی درست فهمی روم. تو را راهنمایی نمیکنی، تنها با او زندگی میکنی. زندگی میکنیم. و من مثل که تو رو من رو ببخش. فرزندم با شرکت تینوسو بیا شرطنامه امضا میکنیم. شرطنامه تمام. برای امضا شما رو انتظار هستیم. ببخشید من رفتنم لازم است. مرا انتظارند. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. به این هم من باید بروم. ما باید با تقدیر زیاده روی نکنیم. جانیر یگو قلم گرفته بیار. مرحمت اکا. تشکر.
номам умар. ممنونم از شما پسر فقیر. من نیهو. تا دیدار. ممنونم. دیر کرده ایستاده است. Thank you.